برای تنظیمات دریفت الان باید برید اینجا داخل قسمت تیونینگ. شما حتما باید موتور W16 یا نهایتا V12 رو بخرید تا بتونید دریفت بزنید و میایید توی قسمت آدرز و تریپل توربو رو حتما باید بخرید. تیورینگ تایر و نیو اگزاست، ECU تیونینگ، بریک و فست گیر بوکس، اینترکولر و حالا اون دوتا اگزاست دیگه رو هم میخرید و بعد ستشون کنید. اینجا گزینه ست رو میزنید و میایید توی قسمت گیر بوکس. حالا توی قسمت گیر بوکس بعد دقیقا همین چیزی که من چیدم رو بچینید. حالا یکی این بالاتر پایینتر خیلی مهم نیست، کلا فرم ظاهری گیر بوکستون باید یه همچین چیزی باشه که الان اینجا میبینید. خیلی مهم نیست عددش بالا پایین باشه، یک کم در حد چند صد، خب کلا فرم کلیش همین باشه. و حالا میایید توی قسمت همین مال وزن ماشین و این دایره حتما باید روی قسمت این لبه رینگ باشه، جای دیگه باشه ممکنه ماشین چپ کنه و خیلی نشه درست دریفت زد. ساسپنشن هم که حالا یه خود اختیاری هست ولی خب حالا تنظیمات من اینه، حالا میتونید کپی کنید. اینجا هم که و سیو رو بزنید. خب اینجا میرید داخل مپ هم چند تا چیز دیگه هست که باید انجام بدید و دیگه ماشین تو آماده دریفت میشه. خب الان که وارد مپ شدید باید برید حالا نه دقیقا همین نقطه ولی خب بهتر اینجایی که میشه رفت همینه، الان میبینید. مثلا میایید اینجا و ماشینتون حتما باید روی AWD باشه و اینجا توی دیوار گاز میدید. برای چی این کار میکنیم؟ برای اینکه هر 4 تا چرخمون، هر 4 تا لاستیکامون 0-0 بشن که مثلا ماشین خیلی راحت تر لیز بخوره. این کار بودن یه 5 دقیقه طول میکشه. برای اینکه مثلا اذیت نشید دستتون روی گاز نگه دارید و اون مپ رو بزنید و گوشی رو ول کنید و 5 دقیقه بعد این خودش اوکی میشه. حالا باید چیکار کنیم؟ الان باید برید توی تنظیمات، توی قسمت کار، تنظیمات خود ماشین. این چند تا گزینه برای شما روشن هست در حالت عادی، در حالت دیفالت. همه اینا رو باید خاموش کنید، علل خصوص این گزینه آخری که چند بار دیگهش خاموش روشن کردم. و ماشینتون هم باید بذارید روی دریفت مود که ماشین راحت دریفت بزن. حالا ماشینی که برید توی جاده باید دنده 4 یا 5 باشه ماشینتون تا بشه باش دریفت زد. حالا دنده 4 ممکنه کمی الکی مثلا حالت کاتاف بزنه، اما دنده 5 خیلی خوبه، دیگه کاتاف نمیزنه و فقط گاز میخوره. به همین راحتی